طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. از حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند اگر 3 نفر بودید 2 نفر علاهیده با همدیگر نجوا یعنی گوشکی نکند، زیرا این کار باعث نگرانی شخص سوم می شود، یعنی سببگار رنجش او می شود، مگر اینکه در جمع مردم قرار گرفتید که در این صورت می توانید 2 نفر علاهیده با همدیگر گوشکی کنید. حدیث متفق علیه. ارشادات و تعلیمات پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم شامل تمام جنبه های حیات انسانی است که در هر یکی از آن جنبه ها حتی در برآمد و درآمد حاجت خانه نیز یک ارشاد و یک تعلیم از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم وجود دارد که متاسفانه اکثر مسلمانان ما از آن تعلیمات و ارشادات گوهربار بیگانه شده اند. برادر و خواهر عزیز، انا همین است پیامبر رحمت که حتی از کمترین چیزهایی که سببگار ناگواری و رنجش دیگران می شود منع می کند. پس چنین پیامبر واقعا دوست داشتنی است و سخنان گوهربار او قابل اطاعت و پیروی است.